شاه امان الله مشهور به قاضی امان الله خان فرزند سوم امیر حبیب الله خان، نواسه امیر عبدالرحمن خان و نبیره امیر دوست محمد خان از دودمان بارکزی بود. وی در اول ماه جون 1892 میلادی در پغمان کابل به دنیا آمد. شاه امان الله یگانه فرزند امیر حبیب الله خان بود که در دبیرستان افسری آموزش دید و با ارتش ارتباط نزدیک داشت. وی پس از کشته شدن پدرش حبیب الله خان در فبروری 1918 میلادی در 28 فبروری 1919 به قدرت رسید. وی در سال 1919 میلادی با نیروهای مرزی کمپانی هند شرقی جنگید. این جنگ که معروف به جنگ استقلال و سومین جنگ افغان انگلیس بود به پیمان راولپندی انجامید و بر بنیاد آن بریتانیا افغانستان را به حیث یک کشور مستقل شناخت. سلطنت شاه امان الله در 1920 میلادی پیمان دوستی با شوروی و سپس با ایتالیا، ترکیه و ایران امضا کرد. شاه امان الله در سال 1921 میلادی پیمانی با دولت شوروی بست و امتیاز خط تلگرافی کشک، هرات، قندهار و کابل را بر روسیه داد. امان الله در 1926 سلطنت مشروطه اعلام کرد و خودش را شاه اعلام کرد. او در 10 دسامبر 1927 میلادی سفر 6 ماهه را به کشورهای آسیایی، اروپایی و افریقایی آغاز کرد و در سال 1307 هجری شمسی از راه ایران به افغانستان بازگشت و دست به اقدامات اصلاحی زد. برگزاری لوی جرگه و تصویب نخستین قانون اساسی، از میان رفتن بردهداری، استقرار نظام شاهی مشروطه، تفکیک قوا، اجباری شدن آموزش، آوردن اصلاح در نظام مالی، ممنوع شدن کار اجباری، فرستادن شماری از دانشجویان به خارج کشور به منظور ادامه تحصیل، تأسیس نخستین کتابخانه عامه در کابل، افزایش چشمگیری روزنامه‌نگاری و مانند اینها از مهمترین تحولات این دوره خوانده می شود و در کل از دوره شاه امان الله خان به حیث یک دوره درخشان کشور یاد می شود. اما از آنجایی که اقدامات اصلاحی وی با تندروی‌های همراه بود و با روحیه مردم سازگاری نداشت، زمینه را برای شورشگری در برابر سلطنت وی فراهم ساخت و حبیب الله خان کلکانی بر وی شورید و او را وادار به کناره‌گیری کرد و او به ایتالیا رفت. از شاه امان الله به عنوان شاه روشنفکر و ترقیخواه یاد می شود و افغانستان در دوران وی شاهد اصلاحات و تحولات بزرگی بوده است. سرانجام وی در 25 اپریل 1960 در زوریخ سوئیس درگذشت و جنازه وی به جلال آباد انتقال داده شد و در کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد.